ادب انسان، این پیچیده ترین مخلوق پروردگار، عجیب، غریب، غیر قابل پیش بینی، سست عنصر، متزلزل در شخصیت و رفتار و گفتار، نامتعادل در احساسات و هیجانات، عاجز در کلیت زندگی، پرمدعا، بوقلمون صفت، باری به هر جهت، بدون تعهد، بدون مسئولیت، بدون روشنبینی، تمایل و صداقت در کلیت زندگی به مسیر خود ادامه می‌دهد. نامطمئن، هنوز از شخصیت و آینده خود هیچ اطمینانی حاصل نکرده، می‌خواهد به بقای نسل خود ادامه بدهد و ازدواج کند و فرزند آوری کند. ازدواج بزرگترین اشتباه نوع بشر است.